سرخط خبرها: ده‌ها ماشین بارکش در مرز ازبکستان و تاجیکستان بند ماندند. ناپدید شدن عروسی 19 ساله پس از یک ماجرای عائلوی و بحث کمبود نیروی کاری در ساختمان‌های روسیه. روز بخیر بینندگان گرامی، برنامه نوید بامدادی را امروز 31 مارس با چند خبر از تاجیکستان و بیرون از آن پیشنهاد شما میکنیم. امیدوارم خوبید و برای چند دقیقه دیگر ما را همراهی خواهید کرد. گروهی از رانندگان ماشین‌های بارکش میگویند بیش از 10 روز است در مرز ازبکستان با تاجیکستان بند ماندند. این ماشین‌ها که از کشورهای دیگر از جمله قزاقستان و ایران توسط ازبکستان به تاجیکستان مال و مواد غذایی وارد می‌کنند، در گذرگاه گمرکی دوستی میان شهر تورسونزاده تاجیکستان و سریاسیای ولایت سرخندریای ازبکستان برای دریافت اجازه عبور مرز نوبت ایستادند. رانندگان با نشر نوار گفتند در این منطقه ده‌ها ماشین بارکش جمع آمدند و شکایت اساسی آنها از کار کارمندان گمرک تاجیکستان است و برخی از ماشین‌ها در این منطقه از روز 14 مارس بند مانده بودند. شرح مقامات گمرک در این باره دسترس نیست. برخی از رانندگان یک سبب را در گران و خرد بودن ایستگاه گذرگاه گمرکی می‌دانند. به ادعای آنها برای زودتر گذشتن از مرز از راننده ماشین‌های بارکش مبلغ زیاد طلب می‌شود. در گذشته صاحبکاران ازبکستانی هم شکایت کرده بودند که مامورین گمرک تاجیکستان محصولات را به تأخیر حجت گذاری کرده برای واردات آن مانع ایجاد می‌کنند. مقامات گمرک در پاسخ گفته بودند مانع نیست، ولی با سبب درست نبودن سندهای پیشنهادی در بیشتر موارد حجت گذاری مال و محصولات با دیرمانی صورت می‌گیرد. اداره ملی مبارزه با حادثه‌های طبیعی در حکومت طالبان روز 30 مارس اعلام کرد که در نتیجه بارشات زیاد و سیلاب‌ها و لغزش کوه در یک هفته اخیر 27 تن جان خود را از دست داده، 29 تن دیگر زخمی شدند. طبق آمار این نهاد تاکنون 1130 خانه قسماً ویران و 244 سرچاروا تلف شده است. در همین حال دفتر رسانه‌های ولایت ننگرهار روز 30 مارس گفت که در چند ناحیه این ولایت در نتیجه بارانگری‌های سخت شب یکشنبه 2 تن جان داده، 12 تن دیگر زخمی شدند و 27 خانه هم ویران شده است. از سوی دیگر حکومت طالبان میگوید که در پی آمدن سیل شماری از شاهراه‌های مهم ترانزیتی افغانستان از جمله مسیر بادغیس فاریاب بسته است و کار برای بازگشایی آن ادامه دارد. نزدیکان یک عروس 19 ساله از ناحیه یاوان بیش از 20 روز باز او را جستجو دارند. به ادعای آنها صبرینا دولتزاده 7 مارس در پی یک ماجرا از خانه شوهر برآمده بی‌درک گشته است. شهنازه عبدالرحیم و مادر صبرینا گفت دخترش صبح آن روز در تماس تلفنی از برادر شوهرش شکایت داشت که او را زده است. ما صبرینا را نصیحت کردیم که صبر کند و به زندگی ادامه دهد، گفت مادرش. این آخرین صحبت صبرینا دولتزاده بوده است. بعد از این نزدیکان شوهرش به والدان نوروز از ناپدید شدن او خبر داده، ولی ادعای لطوکوب شدن او را رد کردند. رحمت الله خالف شوهر صبرینا دولتزاده برعکس میگوید وقتی از صحبت تلفنی او با مرد دیگری آگاه شد، عروس از خانه برآمده رفت. والدان نوروز این را تهمت خوانده گفتند تلفن صبرینا در دست مقامات است و سنجش معلوم کرده است که وی با کسی بیگانه هم صحبت نبوده است. جستجوی مقامات انتظامی در یاوان نتیجه نداده است. والدانش میگویند خانه تمام خویش و تبار را هم دیدند و تا حال نشانی از دخترشان پیدا نشده است. صبرینا دولتزاده ماه سپتامبر سال 2025 ازدواج کرده است. بنا به اعلان‌های نهادهای امور داخلی تاجیکستان هر سال 10 نفر از جمله زنان و دختران بی‌درک می‌شوند. گمشده‌هایی نیز هستند که با گذشت سالها از آنها نشان پیدا نگشته است. چاره‌داران در برخی از کشورهای آسیای مرکزی از خروج بیماری بانگ خطر می‌زنند که سبب تلف یافتن گاو و بز و گوسفند زیاد شده است. نشانه‌های آن به بیماری سرایتی سم‌درد مانند است. مقامات رسمی این فرضیه را رد می‌کنند و باور دارند که این بیماری چندان خطرزا نیست. اما وضع در روسیه که آنجا چارواهای سرایت یافته را دست جمعانه می‌سوزانند، نگرانی‌های چاره‌داران را بیشتر کرده است. تفصیلات در گزارش مولا رجب یوسفی. در شبکه‌های اجتماعی نواری از عاقل یک ساکن ازبکستان پهن شده است که در آن میگویند که بیش از یک هفته باز چاروایش بیمار است. احوال چارپای همسایه‌اش هم چنین بوده است. مرد از مقامات خواسته است در این کشور کرانتین جاری کنند.
ما می‌خواهیم که بازار چاروا در منطقه موقتا بسته شود. چارواپروران باید جمع شده карантин جاری کنند. در عکس حال وضع بدتر می‌شود. حالا مردم از ترس گاوهای بیمار خود را فروخته ایستاده‌اند و این سبب سرایت و تلف یافتن چارواهای سالم می‌شود. ساکنان محله میگویند که چاروای بیمار از نمود ظاهریش معلوم است. آبروی از بینی و دهان و زخم و آبله ها در بدن جانوران از نشانه های سرایت یافتن آن بوده است. ولی بایتاران کوشش دارند که چارواپروران را آرام کنند و میگویند که این بیماری چندان خطرناک نیست. نشریه کنیوز در ازبکستان اظهارات نماینده اداره بایتاری منطقه را نشر کرد. با آمدن بهار بز و گوسفندان با نارسایی ویتامین یا اویتامیناز گرفتار می شوند. در فرم‌ها آنها ماده‌های غذایی ضروری را نمی‌گیرند. در بعضی حالت‌ها این می‌تواند سبب گرفتاری به بیماری عضوهای هاضمه شود. گاهی هم در کاواکی دهان آنها زخم پیدا می‌شود. اینها الکی نشانه‌های استماتیت هستند. اما کاربران به این فرضیه چندان باور ندارند. اکثریت می‌اندیشند که در منطقه بیماری گذرنده سمدرد خروج کرده است و مقامات تلاش دارند این واقعیت را رویپوش کنند. از آغاز ماه مارس در یک دهه ولایت نوسیبیرسک در روسیه بایتاران چارواها را برای نابود کردن از صاحبانشان میگیرند. سبب را خطر پهنشوی بیماری سرایتی پاتریلیوز میگویند که آن با آنتیبیوتیک تبابت می‌یافته است. به ساکنان یگان حجت درباره وجود این بیماری پیشنهاد نشده است. آنها مجبور شدند که به حرف مقامات باور کنند. شخصان ناراضی بازداشت می‌شدند. چارواداران در قرقیزستان هم از موردهای زیاد سرایتیابی چارواهای خود به بیماری سمدرد خبر می‌دهند. در ناحیه‌های نارین و ادباشینسک بیماری با سرعت پهن می‌شود. نمی‌دانم چرا وزارت کشاورزی ادعا دارد که یگان حالت سرایتیابی به سمدرد ثبت نشده است. اگر حال آن را پیشگیری نکنیم، فردا نرخ گوشت تا 2000 سوم بالا می‌رود، چون که مردم از ناعلاجی چاروای خود را ذبح می‌کنند. با وجود هشدارهای این وکیل مردمی در قرقیزستان، وزارت کشاورزی آن کشور آرام به نظر می رسد. نماینده این وزارت گفته است یگان حالت سرایتیابی جانوران به سمدرد آشکار نشد. در همین حال در قزاقستان واکسن زنی سرتاسر چاروا بر ضد بیماری سمدرد آغاز شده است. این معرکه پیش از همه منطقه‌های هممرز با روسیه را فرا می‌گیرد. وقتی در بالا بینظمی است، ترتیب و نظام را در پایین نباید امیدوار شد. حالا بله، ما باز آتش را خاموش میکنیم. دسته دسته پول میریزیم. حالا به امکانی چارواها در منطقه های نزدیک مرزی شروع کردیم. ولی این را باید پیشتر و پیوسته میکردیم. در یک صحبت آخری خود معاون سروزیر قزاقستان گفت حکومت برای خریدن واکسن بیشتر ضد بیماری سرایتی چاروا آماده است و اگر بودجه دولت کافی نباشد به گفته او باید آزمایشگاه‌های خصوصی را به این کار جلب کرد. آنها به گفته تحلیلگران دارای امکانات و شرایط بهتر هستند و در هر یک دهه نیز دسترسند. برنامه را پی میگیریم. ویچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی روسیه گفته است که تنها از 13 تا 15% کارگران در ساختمان‌های این کشور شهروندان خارجی یا مهاجرانند. خبرگزاری روسی اینترفاکس از قول ولودین نوشته است وزارت ساختمان و خواجگی منزلی و کمونالی این کشور پیوسته از نارسایی نیروی کاری در ساختمان‌ها شکایت می‌کند. این نهاد سبب اساسی پیش آمدن مشکل را به سخت‌تر شدن سیاست مهاجرت در روسیه ربط داده است. ویچسلاو ولودین در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است شمار کارگران خارجی در ساختمان‌ها فقط تا 15% را تشکیل می‌دهد و تاکید کرده است که نیروی کاری مهاجران هم ارزان نیست. با گفته وی مشکل کمبود بیناکاران را نه با جلب مهاجران بلکه با راه‌های دیگر باید حل کرد. در گذشته وزیر ساختمان روسیه ایگور فیزولین از احتمال کمبود شدید نیروی کاری در ساختمان‌ها هشدار داده بود. او سبب این وضع را از جمله به سخت‌تر شدن کار مهاجران ربط داد.
بحث مذکور در حال روز زده است که پس از حمله تروریستی در کراکو سیتی هال فشار و اخراج مهاجران کوریای آسیای مرکزی و مخصوصا تاجیکان از روسیه به طور بی‌سابقه افزایش یافت. و حالا بخش یک روز در تاریخ رو می‌بینیم که مهمترین تحولات تاریخی را برای امروز 31 مارس فرا می‌گیرد. солҳои 1930 дар водии вахши тоҷикистон баробар бо шурӯи кишти пахта истгоҳҳои илмию озмоишии захирагоҳи донаҳои пахта ташкил шуд. иттиҳоди шӯравӣ ки таҳти таҳримҳои ғарб қарор дошту воридоти пахта аз хориҷа ба шиддат кам шуд, қарор кард ки минтақаи осиёи марказӣ ва озарбойҷонро ба макони асосии кишти пахтаи иттиҳоди шӯравӣ табдил медиҳад. тоҷикистон корҳои кор кард ва истеҳсоли донаҳои серҳосили пахтаро ба роҳ монд ки солҳои баъдӣ барои пайдо шудани навъҳои зиёди босифати пахтаи маҳиннах мусоидат кард. 31 марти соли 1975 дар ҳудуди ноҳияи турсунзодаи ҳаммарз бо узбекистон корхонаи истеҳсоли алюминий таъсис шуд ки имрӯз ҳам ин маҳсулоти муҳими стратегии кишварро тавлид мекунад. соли 2018 дар ин корхона 98 000 тонна алюминий истеҳсол шудааст ки асосан ба хориҷа содир мешавад. корхонаи истеҳсолӣ солҳои истиқлолият бо сабаби ношаффоф будани бахши даромаду сарфу харҷаш эҳтимоли мансуб буданаш ба доираҳои ҳоким мавриди интиқод мебошад. 31 марти соли 1960 дар ҷашнвораи байналмилалии синамои осиёву африқо ки дар пойтахти миср шаҳри қоҳира баргузор шуд, филми сохтаи тоҷикфилм қисмати шоир барандаи ҷойи аввал гардид. зиндагиву корнома ва фоҷиаи зиндагии абу абдуллоҳи рӯдакӣ дар қарни нӯ дар меҳвари ин қиссаи коргардон барис кимёгаров қарор дорад. ҷоизаи қоҳира аз баландтарин мукофотҳои филми тоҷик дар давраи шӯравӣ ба ҳисоб меравад. و در پایان برنامه رو می‌آوریم به قربی اسعار. شبانه روزی اخیر در برخی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان ارزش $100 آمریکایی به 950-953 سومانی برابر شده است. 1000 روبل روسی به تغییر همانا 817 سومانی ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان کمی فرق می‌کند و برای امروز چنین تعیین شده است. شما برنامه نوید بامدادی رو تماشا کردید. نظر و پیشنهادهایتان را زیر این برنامه به ما نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر. خدا نگهدار.